سلام دوستان، یه هفته دیگه، یه گفتگوی دیگه. خیلی خوشحالم که امروز دوباره فرصتی دست داد که با هم این ناتاشا داره به من وصل میشه و موضوع این هفته ما یه موضوع خیلی جذاب و جالبه. سلام. سلام، چطوری؟ حال شما؟ میبینم که امروز دوباره مچ کردی، سفید شدی. من بیشتر اوقات سفیدم. اون وسط ها گاهی از دستم در میره، رنگی میشم. خوبه. شما چقدر کریسمسی هستین؟ ولی ما زود درختمون رو میذاریم. همه زود میزنن اینجا، همه از وسط های نوامبر دیگه شروع میکنم. من اومدم بگم موضوع چیزا که اومدی نگفتم هنوز. امروز قرار راجع به چی صحبت کنیم؟ تو بگو. خیلی هم هیجان انگیز. ما فکر کردیم که راجع به موضوع داغ عشق صحبت بکنیم امروز. که بعد از اون میشه خیلی هم خوب وارد بحث رابطه شد. البته ما یه ذره بعضی از جاها قبلا راجع به رابطه و یه سری تکنیکا صحبت کردیم که حالا دوباره میتونیم اونا رو تکرارشون کنیم و ببینیم بچه‌هایی که دانش آموزای خوبی بودن رفتن این تمرینا رو کردن یا نه. اگه یادتون باشه قرار شدش که از یه متدی استفاده بکنیم وقتی میخوایم به یه کسی انتقاد سازنده بکنیم. امروز خیلی چیزا رو مرور میکنیم برای اینکه کلاً چون ما هدفمون ذهن آگاهیه، خیلی از اینا به هم وصله. یعنی اصلا جدا کردن این موضوع از هم کار خیلی راحتی نیست و دقیقاً در قالب یه مثلا جلسه 45 دقیقه‌ای که کلاس درسم نیست، قرار نیست که باشه، که بیشتر به شکل مکالمه بین من و سحر عزیز باشه و امیدواریم که بالاخره هر کسی یه چیز کوچولوی اینجا یه الهامی بگیره. این اثرگذاریه که ما میخوایم داشته باشیم. یعنی حتی اگه یه نفر هم حال خوبی با اینا پیدا بکنه، یه تکنیکی یاد بگیره، یه چیز کوچولویی، ما به اون هدفی که میخوایم رسیدیم. هفته پیش صحبت‌های خیلی جالبی داشتی سحر که امروز هم به اونا دوباره برمیگردیم. ولی مهمترین چیزی که من فکر کنم میخواستم باهاش شروع بکنم که الان میبینم چقدر توی سوشیال مدیا هم راجبش زیاد صحبت میشه. کلا بحث رابطه یه بحث خیلی داغیه، نه فقط رابطه بین دوتا پارتنر، رابطه بین دوتا همکار، رابطه ما با بچه هامون، همسایه هامون، و این تصوری که شاید خیلیا به صورت اشتباه دارن از اینکه وای اون عشقی که من اون اول داشتم، اون هیجانی که اون اول داشتم الان دیگه وجود نداره. یا اون تصوری که مثلا توی سن پایین آدم فکر میکنه تمام اون هیجاناتی که دفعات اولی که یه نفر ملاقات کردی این دیگه قراره که به همون شکل تا 40 سال آینده بمونه. خیلی از این کلیپایی که من میبینم بعضی از حالا یا به صورت جوک هست یا خیلی جدی، مثلا میگن رمز موفقیت شما این که تونستید با هم دیگه 40 سال 50 سال 60 سال زندگی بکنین چیه؟ خیلی وقتا مثلا اونایی که جوک میگن، مردا دیدی میگن رمز موفقیت اینه که هر چی میگه بگی چشم. و خیلی هم یاد گرفتن این نحوه احترام گذاشتن به همدیگه و قبول این که عشق از اون شکل اولیش، عشق هنوز وجود داره ولی شکلش تغییر میکنه. درسته؟ ما اول اون هیجانات شدیدی که داریم، اون لذتی که به خاطر دوپامین در ما ایجاد میشه چند ماه اولی که با یه نفر آشنا میشیم، عاشقش میشیم، که البته اینا همش مکانیزماییه که طبیعت ایجاد کرده، باید هم اینجوری باشه. یعنی ما باید یه کشش شدیدی به هم دیگه داشته باشیم برای به نظرم بیشتر از هر چیزی هوشمندی طبیعت رو میرسونه. خیلی جالبه. حالا امروز رو صحبت میکنیم. دقیقاً
اینکه خب این حالت توی حیونا هم وجود داره. یعنی ما هدف اصلی طبیعت اینه که ما ژن‌هامون رو به نسل بعدی منتقل بکنیم، درسته؟ و برای همینم بعضی از چیزهای دیگه‌ای که میبینم تو سوشال مدیا الان زیاده، به خصوص اونایی که از بحث فمینیستی وارد میشن و میگن نه منو طرف مثلا باید فقط به خاطر خودم بخواد و باید اول با من آشنا بشه ببینه، اینا همش درسته ها، ولی این که اون کشش اولیه، اون جاذبه اولیه‌ای که بین یک زن و مرد یا دختر و پسر یا حتی دو تا جنس موافق الان بیشتر هر روز داره عادی تر میشه به وجود میاد، کششیه که هورمونیه. یعنی اون طرف تو رو یه چیزی کوچولو اینجا توضیح بدم، بعد شما این بعد فیزیولوژیشو توضیح بدین. اسپکت‌های مختلف داره، یعنی جنبه‌های مختلف داره عشق، که الان ناتاشا میخواد در واقع فیزیولوژی که در بدن ما اتفاق میفته رو بگه. خیلی اومدن عشق رو تعریف کردن، خیلی حول و حوشش کار شده و قبل از اینکه واردش بشیم بخوایم تعریفش بکنیم فکر میکنم خوبه که این تحقیق هاروارد رو بگم. آره بگو، خیلی جالبه. اصلا اهمیت این بحث چرا اینقدر زیاده؟ برای اینکه یکی از طولانی ترین تحقیقات علمی که شده، 68 سال این تحقیق طول کشیده و خیلی جالبه که در هاروارد اتفاق افتاده، در دپارتمان سایکیاتری، و این یک گروهی رو انتخاب کردن که تونستن این گروه رو 68 سال مورد بررسی قرار بدن. موضوع بحث این بوده که چه چیزی بیشتر از همه در زندگی باعث خوشبختی شما میشه. بعد انقدر این جالبه، اینا رفتن مثلا یک گروه تینیجر رو تو سن 17-18 سالگی پیدا کردن، بعد ازشون پرسیدن که مثلا آرزوهای شما چیه تو زندگی؟ یکی گفته شهرته، یکی گفته پوله، یکی تحصیلاته، یکی عشقه، و اینا رو همینجور باهاشون اومدن جلو تا لحظه مرگ. و خب خیلی از این آدم ها حتی بعضا هم آدم های معروفی بینشون بودن، من الان اسمشون یادم نیست، و خیلی هاشون به هدفهایی که میخواستن رسیدن، یعنی حالا مثلا اون پوله بوده، شهرته بوده یا هرچی، ولی چکیده تحقیق رو بخوام بگیم وارد جزئیاتش نشیم، به این نتیجه میرسن که اون چه که عامل خوشبختی ماست در زندگی کیفیت روابط ماست. روابط نزدیک، روابط عاشقانه، و خب حالا بعد از اون اومدن گفت فرندشیپ در واقع به اندازه رابطه مهمه و به هر حال تهش میرسه به کیفیت و روابطی که ما ایجاد میکنیم. یعنی این خیلی مهمه. تو ممکنه بری در زندگی کلی زحمت بکشی، به موفقیت‌های علمی برسی، شهرت پیدا کنی و همه اتفاقی برات بیفته، ولی در لحظه مرگ احساس خوشبختی نکنی و حس کنی که هیچ وقت این زندگی اون عشقی رو که شایستش بودی دریافت نکردی. حالا که اینو گفتی، پس یه تمرین خوبو بگم اینجا. یه تمرین خیلی خوب با خودتون اینه که بشینید اینو تصور بکنید که الان مثلا در بستر مرگ هستید، 80 سالتونه و دارید برمیگردید به زندگیتون نگاه میکنید. دوست دارید توی اون موقع چه حسی داشته باشید؟ چه چیزی از شما باقی بمونه؟ ممکنه چه پشیمانی هایی داشته باشید؟ این به شما یه پرسپکتیو خیلی خوبی میده که مثلا میگم الان من یه موقعی خودم یه آدمی بودم که اگه نمره 1975 از 20 میگرفتم میشستم گریه میکردم. آیا من در 80 سالگی وقتی برگردم به همچین صحنه‌ای نگاه کنم اصلا این معنی داره، ارزشی داره؟ نه. این خوبیه، چون بعد به آدم یه دورنمایی میده که خب چیا رو باید الان امروز روز بیشتر جدی بگیرم، روش انرژی بذارم برای اینکه وقتی به اون نقطه میرسم زندگی
به نظرم معنادار بیاد و اونجوری باشه که دلم میخواسته. در مورد اینم باز خیلی تحقیق شده، ولی حالا ولش کن، وارد اینا نمیشیم. هر کدوم از اینا انقدر هیجان انگیزه. عشقو میخوایم امروز هم از دیدگاه فیزیولوژیک هم از دیدگاه روانشناسی تعریف کنیم، ببینیم کلا چه اتفاقی میفته. این اتفاقی که انقدر شعرا و عرفا و همه آدما عاشقشن و راجبش حرف زدن در واقع چیه؟ بفرمایید خانم. اول از همه فقط یه چیزی که بگم، مواد شیمیایی هستن که تو مغز ما ترشح میشن. اوکی، ما دوپامین رو داریم، همه میشناسیمش. این مسئول لذت و پاداشه. شما گشنتون غذا میخورید، بهتون لذت میده، اون دوپامینه که ترشح میشه. هورمون دیگه‌ای که داریم اکسیتوسینه که باعث اتصال عاطفی میشه. اگه شنیده باشید، زمانی که بله، و زمانی که مثلا مادری داره به بچهش شیر میده، هورمون اکسیتوسین ترشح میشه که هم باعث ترشح بیشتر شیر هم میشه. هورمون وازوپرسین رو داریم که این باعث رابطه بلند مدت میشه، یعنی وفاداری رو توی ما ایجاد میکنه. و یکی هم سروتونین که دیگه معروف همتونه که هورمون شنگولیه و اسم شرکت منم سروتونین هست به خاطر همین هورمون. یعنی من از این الهام گرفتم که اسم شرکتم سروتونین گذاشتم. خب همتون حتما یک بار در زندگی این حس شیفته شدن و عاشق شدن و این هیجانه رو یک بار حس کردید. امیدوارم که کرده باشید. حداقل در اون سنین کمتری که هورمونا دیگه به اوج خودشون دارن میرسن دیگه، آدم داره وارد سن بلوغ میشه، ضربان قلبت میره بالا، مردوک چشم گشاد میشه، حتی ممکنه سطح کورتیزول آدم هم بالا بره. اما مراحلی که توی عشق اتفاق میفته، همونطور که اولش داشتم میگفتم، در درجه اول این تستوسترون و استروژن هستن، یعنی هورمونای شیمیایی هستن که ما رو به سمت همدیگه میکشن، ما رو جذب میکنن و باعث این عشق رمانتیک چند ماهه اول که بهش چی میگیم؟ ماه عسل دیگه، درسته؟ ماه عسل ایجاد میشه و بعد حالا به اینا این دوپامین و نورپینفرین اضافه میشه، احساس هیجان، انرژی زیاد و بعضی وقتا هم حتی ممکنه باعث بشه که ما یه حالت وسواسگونه نسبت به طرفی که داریم باش ارتباط برقرار میکنیم پیدا بکنیم. ما هی نشستیم منتظر اسمسشیم تا یه اسمس میاد، مثلا میپریم رو هوا، اگه جواب نده وای چی شد چی نشد. اینا دقیقاً مسئولش همین دوپامینه هستش. و بعد وقتی که رابطه یه مقداری جلوتر میره، همونطور که گفتم این اکسیتوسین و وازوپرسین بیشتر ترشح میشن و باعث یک پیوند عمیق عاطفی میشن. یعنی ما به همدیگه یه جورایی حتی وابسته میشیم که حالا سحر وارد اینا میشه و میگه که در یه سری موارد ممکنه که اصلا این درست هم نباشه، ولی اینه که خیلی وقتا یه رابطه ای رو که ممکنه طرفین حتی ازش خیلی راضی هم نیستن ولی همچنان توی این رابطه موندن، سالهای سال دارن با هم زندگی میکنن، خیلی وقتا اصلا حتی شده که رابطه فیزیکی رو با همدیگه از دست دادن، توی یه اتاق نمیخوابن ولی همچنان طلاقی صورت نمیگیره. خیلی وقتا حالا میاد از طلاق عاطفی اینجا صحبت میشه، شما رابطه رو روحی شاید گذاشتینش رو رفتین بیرون ازش ولی همچنان فیزیکی توی این رابطه موندین. یا کسایی که مثلا توی رابطه اشتباهی سالهای سال میمونن و نمیتونن ترکش بکنن، اینا هم دلیل داره. اینا هم به خاطر همون هورموناییه که توی بدن شما ترشح شده و یه جورایی شاید ما بهش چی میگیم؟ عشق همراه، عشق وابستگی میگن، وقتی که به هم دیگه این کودپندنسی، هم وابستگی. خوب این لغت‌های فارسی رو تو بلدی؟ هم وابستگی اینا ایجاد شده. باز اینا دلیلش هورمون عشقه. حالا میدونم که این ممکنه که اون تصور زیبایی رو که ما داریم وقتی همه رو برمیگردونیم وصلش میکنیم به هورمونا، یه ذره از اون زیبایی ها از بین میره و اون حالت شاعرانش رو خراب میکنه یا حالت عرفانی و
زیبایی ها رو شاید از بین بره، ولی حقیقت زندگی اینه که اینا بر پایه بیولوژی و فیزیولوژی طراحی شده برای اینکه ما بتونیم سروایو کنیم، برای اینکه نسل بشر بتونه. اون زیبایی رو خیلی از بین نمیبره، اون همچنان اون جنبه شاعرانه لذت بخش امید بخش عشق سر جاش هست، ولی خب خوبه که آدم بدونه که پشت این اگه بخوای از نظر علمی ببینی اتفاقاتیه که در واقع داره در بدنت هم همزمان رخ میده و باعث اون احساسات شدید و اون چیزی که ما شیفتگی اسمش رو میذاریم میشه. بعضی وقتا هم خیلی از روانشناسا توصیه‌ای که میکنن و اینه که تا با یکی آشنا میشید، یا خیلی دور و بریاتون حتما اینو بهتون میگن که دیدین یه نفر عاشق میشه و مثلا عشقای رمانتیکی که ما توی هالیوود زیاد میبینیمشون اینطوریه دیگه، سریع عاشق هم میشن و به سرعت ازدواج میکنن و از اون به بعد هم از اون به بعد با خوشبختی تمام با هم دیگه زندگی میکنن. اون موقع زندگی تازه شروع شده، اون موقع تازه اول راهه و ولی همه داستانا اونجا تموم که اون موقع بعدش چه اتفاقی میفته. آره جالب وارد شو اینا رو بگو که چرا اصلا ما به یه سری آدما جذب میشیم. من اول میخوام تو اینو بر مبنای تئوری بر اساس تئوری خب این خیلی جالبه که من سحر چون در بعضی از جاها 2 تا مدرسه مختلف رفتیم و همه اینا تهش یه چیزو میگه ها، ولی ممکنه تئوریای مختلف استفاده کنیم. بر مبنای طرحواره هایی که اتفاقا هفته پیشم یه زمینه‌ای ازش رو شروع کردی، اگه توضیح بدی خیلی جالب میشه، چون خیلی از این هورمونا حتی هورمونایی هستن که حالا بین مادر و فرزند هم همینا تولید میشه. یعنی شما وقتی بچه رابطه با فرزند یا با در واقع یار عاشقی، و اگه این رابطه اونجا درست نبوده باشه در کودکی خیلی پیامدهای زیادی برای ما داره. اینجا ما فرویدیسم هستیم دیگه، تو بحث فروید هستیم، ولی تو بحث توضیحش رو میدم. خب عشق از خیلی مدل‌های مختلف تعریف کردن. من خیلی تعریف مراحل عشق و توضیحش و مدلی که خانم دکتر بیتا حسینی توضیح داده خیلی دوست دارم. اگه دوست داشتید میتونیم بریم پیدا کنیم و گوش کنیم به ایشون. از نظرش خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه عشق چند تا مرحله داره: شیفتگی، زخم، فهم و اوج. مرحله شیفتگی همین مرحله‌ایه که ناتاشا توضیح داد، وقتی که این هورمونا ترشح میشن و شما در اوجی و وقتی به یه نفر میرسی هیچ نقطه ضعفی، هیچ چیز بدی رو در واقع نمیتونی در این آدم ببینی و سراسر خوبی و هیجان و محبته. این مرحله شیفتگیه. شیفتگی در طبیعت خیلی خیلی جالبه که بدونیم تصادفی اتفاق نمیفته. یعنی درسته که ما میگیم این حاصل هورمونه، برای اینکه تو این حس رو به یک آدم خاص پیدا میکنی به هیچ عنوان تصادفی نیست. رو چه حسابی ما به آدم ها وصل میشیم؟ من دفعه پیش گریزی زدم به بحث کودکی و اینکه شخصیت ما بر اساس نیازهای ما و چه مدل نیازهامون برآورده شده باشه، به چه میزانی، چه تجربیاتی ما در کودکی داشتیم، چقدر مراقبین ما پاسخگوی نیازها و در واقع فراهم کننده اون عشق بی قید و شرطی بودن که ما به عنوان یک نوزاد در این دنیا احتیاج داشتیم. این دقیقاً رد پایی روی ما میذاره که وقتی که ما به سن عاشقی میرسیم همچنان این گنجینه و این ذخیره اطلاعات در ما وجود داره و بر اساس اونه که جذب کسی میشیم یا از کسی بدمون میاد و واکنش هایی که نسبت به تیپ های مختلف شخصیتی میتونیم بدیم. حالا میخوام بیشتر راجع به این بخونین،
attachment theory انگلیسیش هستش. این تئوری رو حتما بخونید راجبش. دلهای مختلف با دلبستگی امن، اینا رو بعدا هم میتونیم راجبش صحبت بکنیم. این رد پایی که روی ما میذاره در واقع ما رو به یه تیپ شخصیتی تبدیل میکنه. حالا تیپ شناسی شخصیت خیلی بحث مفصلیه، انواع و اقسام داره، تئوری های مختلف داره که اگر جالب باشه براتون ما میتونیم مثلا یه دوره‌ای بذاریم برای اینکه تیپ شناسی رو یاد بگیریم که به نظر من خیلی خیلی واجبه، چون کسی که علم تیپ شناسی بلده اصلا روابطش میره توی سطح دیگه، مثل تسلطی پیدا میکنه توی همه روابطی، نه فقط روابط عاشقی. ولی اینجا یه چیزی تاثیرگذاری رو اگه بخوام بگم که در واقع سرنوشت ساز این که تو میری بین این همه آدم روی زمین چفت یه نفر میشی، چه اتفاقی میفته؟ در واقع من فکر میکنم ما جذب زندگی های نزیسته خودمون در آدم میشیم. یعنی چی؟ یعنی اون کیفیت هایی از زندگی رو که من دارم، من ندارم، ولی یار عاشقی من داره، من جذب اون میشم. مثل یه مثال سادش اینه که فرضاً من یه دختر خیلی پرشر و شور و شیطون و شلوغ و با هیجانم، حالا اینا رو تعریف میکنم که همین ویژگی ها تو مرحله های بعدی، این الان مثبته، ولی مرحله شیفتگی که میگذره خود همین ویژگی های مثبت پرشر و شوری میتونه تغییر بشه به بیقراری وقتی شیفتگی از سرم پرید. حالا اونو بعدش توضیح میدم. ولی وقتی من یه آدمی اینجوری هستم میام جذب کی میشم؟ مثلا جذب یه آدمی که آرومه، خودش به قول انگلیسی میگن grounded، محترمه، آرامش داره، زیاد حرف نمیزنه، زیاد اون هیجانات در واقع شلوغکاری های منو نداره، و در واقع این میشه اون صبر و آرامشی رو که من در خودم نتونستم ایجاد کنم وقتی در دیگری میبینم برام جالبه. اون زندگی، اون تیکه ای از زندگیه که من هنوز روش تسلط پیدا نکردم و برام جالب میشه. من میگم خب من میرم با این آدم چفت میشم. این یکی از در واقع پیش زمینه ها و تاثیرگذاری هاییه که ما میریم به آدم ها وصل میشیم. در واقع آدم ها آینه ای از اون قسمت از زندگی هستن که من تجربه نکردم، به علاوه این که نیازهایی که من در کودکی برام برآورده نشده و این با اون نیازها و با اون توقعات من میام وارد این رابطه میشم. حالا ما در مورد توقع و نیاز صحبت میکنیم، یه بحث خیلی مفصل. اونو باید یه جلسه بذاریم روش فکر کنم. دقیقاً. حالا فرض کنیم که من اصلا این برمیگرده خب اون پرشر و شوره، اون شلوغ کاره اصلا چرا اونجوری شده و به اون کرکتر بیقرار تبدیل شده. خب اون خودش برمیگرده به کودکیش. مثلا معمولا کسایی که در خانواده اونقدر که باید دیده نشدن، اونقدر که باید اون توجه کافی رو نگرفتن و خب هی فکر کردن این صدا باید بلند و بلندتر بشه، این تلاش برای گرفتن اون توجه باید بیشتر و بیشتر بشه و در ادامه این خب تبدیل شده به یه کرکتری که اضافه کاری میکنه، یعنی خیلی شلوغه، خیلی هر جا که میره احتیاج داره که در نقطه توجه همه باشه. اونا پیش زمینه ها رو ما با خودمون از کودکی میاریم و بعد نگاه میکنیم ببینیم که کی اون ویژگی هایی که ما نداریم و داره و بعد جذب اون میشه، برامون جالب میشه. حالا خیلی جالبه اون آدم محترم، ساکت، صبور، وقتی که شیفتگی از سر ما پرید کاملا نگاه ما به اون آدم عوض میشه. یعنی چی؟ خب ما طبیعت میاد با این هورمونا ما رو به اون حال میندازه جوری که اصلا منطق از سرمون میپره، میریم انقدر نزدیک میشیم و غرق در اون رابطه میشیم
تا جایی که یه سرمایه گذاری های سنگینی میکنیم. مثلا ممکنه ازدواج کنیم، ممکنه بچه دار شیم، ممکنه خونه بخریم با اون آدم، چیزای مالیمون با هم درگیر میشه. وقتی خوب حسابی چفت شدیم دیگه، جایی تکون خوردن نداشتیم، دقیقاً همزمان میشه با زمانی که این شیفتگی هم از سر ما میپره و دیگه تازه هورمونا برمیگردن به حالت عادی و بعد یهو اون آقای محترم صبور آرومه تبدیل میشه به یه آدم بیورزه. بابا 2 تا کلمه حرفم نمیتونه بزنه. بابا این همینی بود که 2 سال پیش عاشقش بودی. فکر می‌کردی چقدر این محترمه، چقدر این باوقاره. بعد دیگه الان و خیلی طبیعیه. یعنی اینو دارم اینجوری میگم که بدونیم که این چیزی که 90% فیلم ها رو قصهش رو از روش میسازن که عشق یهو از شیفتگی تبدیل شد به مرحله زخم، مرحله دوم جاییه که زخمای کودکی ما میاد بالا. یعنی من میام بالا تازه میبینم که پس اینم شبیه مثلا هم پدرمه که سرزبون نداشت قربون صدقه دخترش بره. تازه وقتی بر میگردم به کودکی و کنکاش میکنم که در واقع از کجا من به این رابطه رسیدم، میتونم ریشه هاشو از کودکی خودم در بیارم. ولی مسئله اینه که وقتی اون شیفتگی کنار میره، تازه ما میایم با حقیقت وجود یک آدم روبرو میشیم و زخم‌های همدیگر رو میبینیم. حالا تو مرحله زخم آدم‌ها 2 تا کار میکنن. یه عده میگن با اینم که مثل بقیه است، من فکر کرده بودم این دیگه با بقیه فرق میکنه، پس اینو رها کنم برم سراغ یه آدم دیگه، و بدون آگاهی میرن وارد یه رابطه دیگه، یه چرخه کاملا تکراری و مشابه میشن. دوم آدمایی هستن که وای میسته همونجا و نگاه میکنه، نقش خودش رو در رابطه پیدا میکنه و ارزش‌های خودش رو پیدا میکنه. اگر من جذب این آدم شدم، چه نیازهایی رو حس کردم که این انتخابو کردم؟ اون نیازها رو خودم چطور میتونم برآورده کنم، درمان کنم، شفا بدم که دفعه بعد از روی همین نیازها وارد یک رابطه تکراری نشم، یا حتی تو همین رابطه که هستم این رابطه رو بتونم درمان کنم. یه چیزی که یک اصل داد خیلی از زوجا رو در میاره توی جلسات زوج درمانی و کاپل تراپی اینه که رابطه همیشه یک چرخ است. یعنی ما یک رابطه یک طرفه نداریم. نمیتونیم بیایم تعریف کنیم بگیم که تو این رابطه فلانی بیقراره، فلانی بی‌مسئولیته. بیقراری او و بی‌مسئولیتی یا سکوت این با هم یه چرخه میسازن و اینها مرتب دارن همدیگر رو تقویت میکنن و اینا خیلی دقیق و کاربردی علمی تعریف شده. ما در زوج درمانی 18 چرخه داریم که تعریف شده دقیقاً چه اتفاقی میفته بین زوجین. این حالا براش یک مثال هم میتونم بزنم. مثلا همین تیپ شخصیت بیقرار و تیپ شخصیت اجتنابی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، فرض کنید یه خانمی بیقراره، مرتب احتیاج داره که مطمئن بشه یار عشقیش دوستش داره، به فکرشه، باهاش در ارتباط. خب حالا به هر دلیلی یار عاشقی این چند ساعت خبری ازش نمیشه. این خانم شروع میکنه به زنگ زدن، تلفن کردن، بعضا بلند میشه، حالا کارهای اکستریم، میره دم خونه یه طرف و شروع میکنه به مثلا شلوغ کاری. خب و اینم یه آدم اجتنابیه، وقتی میبینه این هی داره زنگ میزنه این بیشتر مضطرب میشه و اصلا نمیتونه جوابش رو بده، میترسه که خب من الان جواب اینو بدم دعوا میشه و این ترس و بازداریه اینو عصبانی تر میکنه. هرچی این کمتر جواب میده، اوید میکنه، این عصبانی تر میشه و این یه چرخ است. و تو زوج درمانی کاری که میکنن این چرخه ها رو میشکنن. یه قدم این میاد جلو، یه قدم این ترساشو در واقع کم میکنه، یه قدم این بیقراریشو کم میکنه و در واقع اونجا درمان اتفاق میفته. ولی قبل از که تو بری وارد بحث‌های بعدی بشی، برای اینکه من اینم بگم که
توی سایکولوژی، توی روانشناسی خیلی مکتب‌های مختلفی وجود داره. این چیزی که با خیلی برمیگردیم همه مسائل الانمون رو به کودکی ربط میدیم، نظریه فرویده که هنوز هم خیلی بیشتر از همه پذیراییش وجود داره، ولی بعد از اون نظریه های خیلی زیاد دیگه ای اومده که حتی این رو رد کرده. ما الان مثلا یه نظریه دیگه ای که من بیشتر توی اون زمینه هستم مال دانیل اولفمنه که میاد اون چیزی که تو الان تعریف کردی و گفتی که در اثر مسائل کودکی به وجود اومده رو، این میاد میگه نه، شما آدم ها با یه سری کور کوالیتیز، ویژگی های اصلی اصلا به دنیا میان. مثلا که اگه ما توی ضرب المثل فارسی هم بعضی دیدین میگن مثلا اینو از پر قنداقش داشته، این شکلی بوده ابتدا. اینا بیشتر وارد بحث ژنتیک میشن. ما هم بحث نرچر داریم هم نیچر داریم، یعنی هم شما یه سری ویژگی ها رو به صورت ژنتیکی دریافت میکنین، یه سری ها رو هم از محیطتون دریافت. انسان موجودی بایو سایکو سوشاله. دقیقا. یعنی تو اون بیولوژی رو، اون ژنتیک رو با خودت میاری. سایکو این بخشی هست که ما راجبش صحبت میکنیم، ویژگی های روانی که به تاریخچه زندگیت و در واقع اون خانواده‌ای که توش بزرگ میشی و سوشال جامعت و در واقع قطعا یه بحث جدیدتر هم داریم به اسم اپیژنتیک که شما خیلی از اطلاعاتی که توی ژنتون وجود داره، اینکه آیا این بالفعل بشه یا بالقوه بمونه، بستگی به محیطتون داره و اینکه شما بعداً میتونی روی این اثرگذاری کنی. فقط میخوام این پرانتزا هم باشه که مثلا همه فکر نکنن این دیگه حقیقت محضه و ما داریم درس میدیم اینجا. فقط یادتون باشه که نظریه های مختلفی وجود داره، ولی فرقی نمیکنه که شما کدوم اینا رو دنبال بکنین. مهمترین چیز اینه که خودشناسی داشته باشین و مسئولیت خودمون رو توی هر رابطه‌ای بپذیریم. این شماره 2 که شما اینجا مثال زدی، آدمی که سری نمیره وارد یه رابطه دیگه‌ای بشه، وای میسته نگاه میکنه ببینه خب مسئولیت من این وسط چیه، من چی کار کردم، چرا به اینجا رسیدم. و این ویژگی‌های اصلی، این دانیل اولفمن میاد میگه که شما ویژگی‌های اصلیتون وقتی زیادی، اون چیزای خوبه وقتی زیادی بشه، افراطی بشه، شما وارد یه مرحله خطرناک میشید. مثلا آدمی که خیلی کمالگراست، ممکنه که کمالگرایی در حد نرمالش باعث پیشرفت شما بشه، ولی وقتی که این زیادی بیش از حد میشه، شما دیگه به مرحله وسواس میرسی، به مرحله انتقاد زیاد میرسی. و چالشی که شما داری اینه که این قضیه رو کنترلش بکنی، بتونی با بقیه همکاری بکنی، بتونی سطح توقعات رو بیاری پایین و بیش از اندازه اون همکاری رو داشتن، اون سطح توقع پایین رو داشتن، ممکنه که باعث بی‌تفاوتی بشه. و یعنی همینجا برای اینکه چرخه رو زدن، این دوتا خیلی راحت همدیگر رو جذب میکنن، جذب همدیگه میشن. دقیقاً. یعنی اکثر کسایی که کمالگرای سختگیر افراطی هستن، میان میبینی که یه یاری رفتن انتخاب کردن که اون در عوض خیلی ایزی گوینگه، خیلی راحت باهاش اون با این اومده کنار اومده. و اساساً هدف طبق همون چیزی که جلسه اول گفتیم، ما تو مسیر تکامل و تعادلیم. یعنی دلیل اینکه اینا همدیگر رو پیدا میکنن و چفت هم میشن اینه که میخوان به تعادل برسن. و نقطه حرف آخر رو اول بزنم، درمان اینا اینه که این یه ذره از ویژگی‌های اینو یاد بگیره و این یه خود از ویژگی‌های اینو. نه هیچ کدوم به قد هم افراطی بشن، نه، ولی اگر از وسواس و سختگیری و دقت اون کمالگرا، این شخصیت پراکنده‌ای که براش هیچی مهم نیست و راحت از همه چی رد میشه، انقدرش رو لازم داره که اینم مرحله اولش دقیقاً چیزیه که تو گفتی. مرحله اولش اینه که ما به این موضوع آگاه بشیم. چجوری هم آگاه میشی؟ تو از خودشناسی شروع میکنی.
تو اول یاد میگیری که آقا این ویژگی‌های اصلی من چیا هست. مثلا دوستای من معمولا میان برای چه چیزی سراغ من، یا میگن مثلا بهم ناتاشا انقدر دیدید نباش. چیه اون دیدید که این وسط میذارن؟ برجستگی روانی خودتو در واقع بشناسی قبل از اینکه بخوای هی بری سراغ طرف مقابل. چون ما همیشه متاسفانه هی میخوایم طرف مقابل رو درست کنیم، میگیم تو این ایرادو داری، این مسئله رو اگه رفع بکنی من دیگه درست میشم، من خوب میشم، در صورتی که این باید دقیقاً برعکسش اتفاق بیفته. من باید برگردم از خودم شروع بکنم. برای حالا اینجا همینو میخواستم میگم، دقیقاً به نقطه خوبی رسیدی. وقتی که صحبت چرخه رو کردم میخواستم بگم که این یه خبر خیلی خوبه که رابطه چرخ است. یعنی چی؟ یعنی مثل یه طنابی میمونه که یه سرش دست منه یه سرش دست توه و من اینجا چویس دارم، انتخاب دارم. من میتونم اینو بکشم، میتونم اینو رها کنم و به نسبت این که من ویژگی های خودم رو تنظیم میکنم، آگاه میشم به مدل بودنم، انرژی هایی که من دارم توی این رابطه پخش میکنم، مدل مرزگذاری ها و همه اینا تاثیر میذاره روی فیدبکی که از طرف مقابل میگیرم. برای همین خیلی 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 مهمه که ما از روز اول گفتیم و من هی تاکید میکنم هر اتفاقی در دنیای بیرون میفته من باید تمرکزم روی خودم باشه. نقش من توی این چرخه چیه؟ آره طرفم خیلی بیقراره، خیلی توهین میکنه، خیلی سخت میگیره، ولی من چه کار میتونم بکنم؟ در واقع اگر این اصل علمی رو بپذیرم که ویژگی هایی در من باعث فوران ویژگی های طرف مقابلم میشه، اون وقته که میتونم رابطه رو کنترل کنم و این بسیار زیباست. من خودم اینو تجربه کردم که وقتی تو تغییر میکنی اصلا تغییری در بیرون اتفاق میفته که باورپذیریش سخته واقعا. یعنی انقدر این چرخه راحت از یه طرف سخت و از یه طرف راحت قابل تغییره وقتی تو آگاهی داشته باشی، وقتی که خودت رو اول خوب بشناسی، نقش‌های خودت رو تو رابطه پیدا کرده باشی و تریگرهای خودتو، چه چیزایی هست که منو به هم میریزه، چرا؟ چون من این ویژگی ها رو دارم و بعد بتونی آگاهانه حول و حوش اون کار بکنی. من اینجا این خودش میتونه یه تکنیک باشه ولی میگم برای اینکه خیلی خیلی کاربردیه، وقتی چیزی در دیگران شما رو به هم میریزه، شما رو اذیت میکنه، این دقیقاً یعنی که شما یک بخشی از اون ویژگی رو در وجود خودتون نیاز دارید. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همین مثالی که زدم، اگه طرف مقابل من بیقراری میکنه، برون ریزی های عاطفی خیلی زیاد داره و من در عوض یه آدم خیلی تودار، خیلی خوددار و محترمم و همیشه هم بابت این محترم بودنه به خودم حق میدم دیگه، باید میستم میگم ببین این چقدر پرخاشگر و بیادبه. باید بدونم که نه، من اینقدر از برون ریزی آدم و احتیاج دارم و اگر اون بگیرم بیارم تو رفتار خودم و منم در مواقعی شروع کنم به حرف زدن منطقی، من نمیگم توهین، و در یک حد متعادل از خودم دفاع کنم و مرز بذارم و محکم حرفمو بزنم، به همون نسبت اون آدم از شدت این چرخه بیمار کاسته میشه. اینو میگم برای اینکه حواسمون باشه. ما مخصوصا تو فرهنگ خودمون خیلی برامون راحته که انگشت رو بگیریم طرف مقابل و من معمولا وقتی این حرف رو میزنم با یه آخه‌ای از طرف کلاینتام شروع میشه. نه آخه اون این کار رو میکنه، آخه اون خیلی، اصلا من کاری با اون ندارم، کار اون غلط، مسئولیت خودشه که بره مشکلات خودش رو پیدا کنه و درمان کنه. شما باید یک ذهن خودآگاه تمرینش باید این باشه که تو این اتفاقی که افتاد من ناراحت شدم. اولا تو اینقدر به خودت آگاهی که میفهمی که رفتاری در اون آدم تو رو آزار میده. این مرحله اولشه.
که پس وقتی اون شروع میکنه به شکل هیجانی حرف زدن، من میترسم، حس میکنم که اعتماد به نفسم رو از دست میدم، اصلا نمیتونم حرف بزنم. خب این خودش یه مرحله آگاهی به نظرم معنادار بیاد و اونجوری باشه که دلم میخواسته. در مورد اینم باز خیلی تحقیق شده، ولی حالا ولش کن، وارد اینا نمیشیم. هر کدوم از اینا انقدر هیجان انگیزه. عشقو میخوایم امروز هم از دیدگاه فیزیولوژیک هم از دیدگاه روانشناسی تعریف کنیم، ببینیم کلا چه اتفاقی میفته. این اتفاقی که انقدر شعرا و عرفا و همه آدما عاشقشن و راجبش حرف زدن در واقع چیه؟ بفرمایید خانم. من اول از همه فقط یه چیزی که بگم، مواد شیمیایی هستن که تو مغز ما ترشح میشن. اوکی، ما دوپامین رو داریم، همه میشناسیمش، این مسئول لذت و پاداشه. شما گشنتون غذا میخورید، بهتون لذت میده، اون دوپامینه که ترشح میشه. هورمون دیگه ای که داریم اکسیتوسینه که باعث اتصال عاطفی میشه. اگه شنیده باشید، زمانی که بله، و زمانی که مثلا مادری داره به بچهش شیر میده، هورمون اکسیتوسین ترشح میشه که هم باعث ترشح بیشتر شیر هم میشه. هورمون وازوپرسین رو داریم که این باعث رابطه بلند مدت میشه، یعنی وفاداری رو توی ما ایجاد میکنه. و یکی هم سروتونین که دیگه معروف همتونه که هورمون شنگولیه و اسم شرکت منم سروتونین هست به خاطر همین هورمون. یعنی من از این الهام گرفتم که اسم شرکتم سروتونین گذاشتم. خب همتون حتما یک بار در زندگی این حس شیفته شدن و عاشق شدن و این هیجانه رو یک بار حس کردید. امیدوارم که کرده باشید. حداقل در اون سنین کمتری که هورمونا دیگه به اوج خودشون دارن میرسن دیگه، آدم داره وارد سن بلوغ میشه، ضربان قلبت میره بالا، مردوک چشم گشاد میشه، حتی ممکنه سطح کورتیزول آدم هم بالا بره. اما مراحلی که توی عشق اتفاق میفته، همونطور که اولش داشتم میگفتم، در درجه اول این تستوسترون و استروژن هستن، یعنی هورمونای شیمیایی هستن که ما رو به سمت همدیگه میکشن، ما رو جذب میکنن و باعث این عشق رمانتیک چند ماهه اول که بهش چی میگیم؟ ماه عسل دیگه، درسته؟ ماه عسل ایجاد میشه و بعد حالا به این دوپامین و نورپینفرین اضافه میشه، احساس هیجان، انرژی زیاد و بعضی وقتا هم حتی ممکنه باعث بشه که ما یه حالت وسواسگونه نسبت به طرفی که داریم باش ارتباط برقرار میکنیم پیدا بکنیم. ما هی نشستیم منتظر اس شیم تا یه اس میاد، مثلا میپریم رو هوا، اگه جواب نده وای چی شد چی نشد. اینا دقیقاً مسئولش همین دوپامینه هستش. و بعد وقتی که رابطه یه مقداری جلوتر میره، همونطور که گفتم این اکسیتوسین و وازوپرسین بیشتر ترشح میشن و باعث یک پیوند عمیق عاطفی میشن، یعنی ما به همدیگه یه جورایی حتی وابسته میشیم که حالا سحر وارد اینا میشه و میگه که در یه سری موارد ممکنه که اصلا این درست هم نباشه، ولی اینه که خیلی وقتا یه رابطه ای رو که ممکنه طرفین حتی ازش خیلی راضی هم نیستن ولی همچنان توی این رابطه موندن، سالهای سال دارن با هم زندگی میکنن، خیلی وقتا اصلا حتی شده که رابطه فیزیکی رو با هم دیگه از دست دادن، توی یه اتاق نمیخوابن ولی همچنان طلاقی صورت نمیگیره. خیلی وقتا حالا میاد از طلاق عاطفی اینجا صحبت میشه، شما رابطه رو روحی شاید گذاشتینش رو رفتین بیرون ازش ولی همچنان فیزیکی توی این رابطه موندین، یا کسایی که مثلا توی رابطه اشتباهی سالهای سال میمونن و نمیتونن ترکش بکنن، اینا هم دلیل داره، اینا هم به خاطر همون هورموناییه که توی بدن شما ترشح شده و یه جورایی شاید ما بهش چی میگیم، عشق همراه، عشق وابستگی میگن، وقتی که به هم دیگه این کودپندنسی، هم وابستگی. خوب این لغت‌های فارسی رو تو بلدی، هم وابستگی اینا ایجاد شده، باز اینا دلیلش هورمون عشقه. حالا میدونم که این ممکنه که اون
تصور زیبایی رو که ما داریم وقتی همه رو برمیگردونیم وصلش میکنیم به هورمونا، یه ذره از اون زیبایی ها از بین میره و اون حالت شاعرانش رو خراب میکنه یا حالت عرفانی و زیبایی ها رو شاید از بین بره. ولی حقیقت زندگی اینه که اینا بر پایه بیولوژی و فیزیولوژی طراحی شده برای اینکه ما بتونیم سروایو کنیم، برای اینکه نسل بشر بتونه. اون زیبایی رو خیلی از بین نمیبره، اون همچنان اون جنبه شاعرانه، لذت بخش، امید بخش، عشق سر جاش هست. ولی خب خوبه که آدم بدونه که پشت این، اگه بخوای از نظر علمی ببینی، اتفاقاتیه که در واقع داره در بدنت هم همزمان رخ میده و باعث اون احساسات شدید و اون چیزی که ما شیفتگی اسمش رو میذاریم میشه. بعضی وقتا هم خیلی از روانشناسا توصیه‌ای که میکنن و اینه که تا با یکی آشنا میشید، یا خیلی دور و بریاتون حتما اینو بهتون میگن که دیدین یه نفر عاشق میشه و مثلا عشقای رمانتیکی که ما توی هالیوود زیاد میبینیمشون اینطوریه دیگه، سریع عاشق هم میشن و به سرعت ازدواج میکنن و از اون به بعد هم هر از اون به بعد با خوشبختی تمام با هم دیگه زندگی میکنن. اون موقع زندگی تازه شروع شده، اون موقع تازه اول راهه و ولی همه داستانا اونجا تموم که اون موقع بعدش چه اتفاقی میفته. آره جالب وارد شو اینا رو بگو که چرا اصلا ما به یه سری آدما جذب میشیم. من اول میخوام تو اینو بر مبنای تئوری بر اساس تئوری خب این خیلی جالبه که من سحر چون در بعضی از جاها 2 تا مدرسه مختلف رفتیم و همه اینا تهش یه چیزو میگه ها، ولی ممکنه تئوریای مختلف استفاده کنیم. بر مبنای طرحواره هایی که اتفاقا هفته پیشم یه زمینه‌ای ازش رو شروع کردی، اگه توضیح بدی خیلی جالب میشه، چون خیلی از این هورمونا حتی هورمونایی هستن که حالا بین مادر و فرزند هم همینا تولید میشه. یعنی شما وقتی بچه رابطه با فرزند یا با در واقع یار عاشقی، و اگه این رابطه اونجا درست نبوده باشه در کودکی خیلی پیامدهای زیادی برای ما داره. اینجا ما فرویدیسم هستیم دیگه، تو بحث فروید هستیم، ولی تو بحث توضیحشو میدم. خب عشق از خیلی مدل‌های مختلف تعریف کردن. من خیلی تعریف مراحل عشق و توضیحشو مدلی که خانم دکتر بیتا حسینی توضیح داده خیلی دوست دارم. اگه دوست داشتید میتونیم بریم پیدا کنیم و گوش کنیم به ایشون. از نظرش خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه عشق چند تا مرحله داره: شیفتگی، زخم، فهم و اوج. مرحله شیفتگی همین مرحله‌ایه که ناتاشا توضیح داد، وقتی که این هورمونا ترشح میشن و شما در اوجی و وقتی به یه نفر میرسی هیچ نقطه ضعفی، هیچ چیز بدی رو در واقع نمیتونی در این آدم ببینی و سراسر خوبی و هیجان و محبته. این مرحله شیفتگیه. شیفتگی در طبیعت خیلی خیلی جالبه که بدونیم تصادفی اتفاق نمیفته. یعنی درسته که ما میگیم این حاصل هورمونه، برای اینکه تو این حس رو به یک آدم خاص پیدا میکنی به هیچ عنوان تصادفی نیست. رو چه حسابی ما به آدم ها وصل میشیم؟ من دفعه پیش گریزی زدم به بحث کودکی و اینکه شخصیت ما بر اساس نیازهای ما و چه مدل نیازهامون برآورده شده باشه، به چه میزانی، چه تجربیاتی ما در کودکی داشتیم، چقدر مراقبین ما پاسخگوی نیازها و در واقع فراهم کننده اون عشق بی قید و شرطی بودن که ما به عنوان یک نوزاد در این دنیا احتیاج داشتیم. این دقیقاً رد پایی روی ما میذاره که وقتی که ما به سن عاشقی میرسیم همچنان این گنجینه و این ذخیره اطلاعات در ما وجود داره و بر اساس اونه که جذب کسی میشیم یا از کسی بدمون میاد
و واکنش هایی که نسبت به تیپ های مختلف شخصیتی میتونیم بدیم. حالا میخوام بیشتر راجع به این بخونین اتچ مودش و ما مثلا تو اون جلسه تراپی من یه دفعه گفتم واو، فکر کن این تفلک تحت چه فشاری بوده که اومده بود اول یک سد دفاعی واسه خودش درست کرده که قبل از اینکه من پروژه بعدی رو شروع کنم اول جلوی پروژه رو بگیره و خیلی زمان برده تا ما الان. بگم دوباره تکراره ولی این لینک ها رو برقرار میکنه. همین ویژگی تو بوده که اون آدم رو بهت جذب کرده. یعنی احتمالا خودش یه آدم مثلا آرومه، به نسبت گوشه‌گیر، زندگی اجتماعی خیلی فعالی نداشته، یهو میاد تو رو میبینیم که وای این یه پارچه شر و شوره، منو میتونه در واقع یه زندگی اجتماعی خیلی فعال به من بده، یه تجربه خیلی اون کاری که خودم برای خودم نمی‌کنم و میتونه این به من بده. ولی بعد چون این کامپتیبل کاراکتر خودش نیست و چون تعادل نداره، یعنی این توی تو بالاست و اون گوشه‌گیری و سکوت و در واقع بازداری تو اون آدم هم بالاست و بعد این از یه جایی به بعد دیگه شروع میکنه اون رو میترسونه و آزاردهنده میشه براش. حالا خبر خوب اینه که اگه این اتفاق واسه خود من نیفتاده بود، من هیچ وقت شاید باور نمی‌کردم اگه یه نفر میومد میگفتش که ما با این همه فاصله‌ای که از هم دیگه گرفته بودیم و در یه مرحله‌ای شاید 4-5 سال پیش یا بیشتر به این نقطه رسیدیم، گفتیم مثل که واقعا هیچ فایده‌ای نداره، شاید بهتر باشه که راه‌ها رو از هم دیگه جدا کنیم، ولی بیا تلاش بکنیم، بیا همه صدمون رو بذاریم که از اول دوباره عاشق همدیگه بشیم. و این اتفاق افتاد. یعنی اگه این واسه من اتفاق نیفتاده بود، من هیچ وقت باور نمی‌کردم کسی دیگه میومد میگفت که این امکان وجود داره. ولی میخوام این پیام خوب بهتون بدم که واقعا همیشه میشه ترمیم کرد. اینو یادتون باشه، همیشه میشه برگشت و ترمیم کرد و ساخت. حتما دقت کنیم. ترمیم کردن و این چرخه هایی که ما داریم تعریف میکنیم، اینا همه برای کسایی هست که اختلال شخصیت نداشته باشن. دقیقاً ما داریم برای یه رابطه سالم، یعنی یک آدمای سالم حرف میزنیم که ما داریم راجع به تیپ‌های شخصیتی حرف میزنیم. یعنی یه نفر یه ذره پر انرژی تر از دیگریه، ولی اگر بخواد در واقع اون خطی که تعیین میکنه که ترمیم میتونه اتفاق بیفته یا نه، بحث اختلال شخصیت هست. بعضیا چون ما خیلی به خودی خود از لحاظ فرهنگی این تمایل رو داریم که بمونیم، بسازیم، ترمیم کنیم، ولی باید این آگاهی رو داشته باشیم که بعضی از روابط و بعضی کاملا ناسالمه، نباید وارد رابطه می شدن. با این توتی ها اومدن سر صدا میکنن، صدا خیلی قشنگه. آره، بنابراین این خیلی موضوع مهمیه، چون بعضا باعث میشه که آدما تو روابطی بمونن که ناسالم، فشارهای بسیار زیادی داره، به خاطر اینکه خب طرف دچار اختلال شخصیته، یعنی احتیاج به کمک، احتیاج به کمک دارویی داره، احتیاج به سالها کمک تخصصی داره برای اینکه بتونه در واقع از اون قضیه عبور کنه و تازه تبدیل بشه به یک کسی که به شکل عادی توی رابطه هست. تازه بعضی از این اختلالات شخصیتی هیچ وقت هم برطرف نمیشه. شما اگه با یه آدم نارسیسیست طرف هستین، هرگز سعی نکنید که اصلا بسازین و درستش بکنید و امیدی داشته باشید. آره دقیقاً. اینا رو 2 تا پا دارید، 2 تا پا دیگه هم قرض کنید، فرار کنید. دقیقاً. خیلی زمان امروز زود گذشت. این بحث خیلی هیجان انگیزه. باحال بود. حالا این بحث رو ادامه میدیم. ما امروز به مرحله شیفتگی و زخم و فهم رسیدیم. فهمیم که ما بفهمیم که نقشمون در واقع چیه تو رابطه، نقشمون رو پیدا کنیم و بعد اتفاق قشنگی که میفته اینه که وقتی تو نقشت رو متوجه میشی، اون وقت اون زندگی نزیسته‌ای که آرزوت بوده بابتش رفتی وصله یکی شدی رو شروع میکنی کم کم برای خودت ایجاد کردن و اینجا مرحله آخر میرسی که اوج در واقع وارد یه مرحله تکاملی جدید میشی. این دقیقاً
چیزی که ما الان خوشبختانه واردش شدیم، اما این یه داستانیه که ادامه داره. یه چیزی که میخوام ازتون خواهش بکنم این وقت گذاشتن با هم دیگه است. یعنی خب یه بحثی که همیشه مادر بزرگاتون هم حتما بهتون گفتن، بحث سکس، اونو باید اصلا جلسات جدا راجبش داشته باشیم، حتما صحبت بکنیم. ولی یه چیزی که کمتر توصیه میشه وقت گذاشتن کاپل ها، همسران، زوجها با همدیگه است. حتما همون قدری که یه زمان میذارید با دوستتون میشینید صحبت میکنین، در هفته 2 بار هم که شده وقت بذارید فقط با همدیگه یه چایی بخورید، با همدیگه حرف بزنید راجع به اینکه چی شده که منو، راجع به همه چی، اصلا راجع به همه چی، و اینو ادامه دارش بکنید. این چیزیه که در رابطه با بچه هامون هم، اگه یادتون باشه اون جلسات اول ما راجع بهش صحبت کردیم که با بچه خودتون زمان تنهایی بذارید، یه ربع هم اگه شده، یعنی 10 دقیقه 20 دقیقه در روز شده، یه زمانی رو اختصاص بدید که فقط مال شما و اون بچه باشه، چیز دیگه ای حواستون رو پرت نکنه، کس دیگه ای واردش نشه. با هم در واقع زمان بذاریم که بتونیم با هم کانکت بکنیم و از حال هم دیگه با خبر بشیم. حالا میتونیم قطعا از هفته بعد تمرینای کاربردی اینجوری بدیم برای اینکه رابطه رو بتونیم بهتر بکنیم. فقط یه چیزی من هفته پیش گفته بودم که بچه‌ها 3 ویژگی پدر، 3 ویژگی مادر بنویسن که در واقع متنفرن و بعد نگاه کنم ببینم کدوم یکی اونا رو با خودشون دارن. میخوام که اون تمرین رو حتما انجام بدین و برای من بنویسین. اینجوری ما میتونیم به هم کمک بکنیم، یه خورده اینتراکشن رو در واقع با ما حفظ کنیم که هم ما بتونیم از شما فیدبک بگیریم و هم که فیدبک بدیم. و دوم این که برای امروز من فکر میکنم بشینیم بنویسیم که اون چه ویژگی هست در طرف مقابل که شما رو به هم میریزه، ولی شما احساس میکنی که نیاز داری که این رو در خودت بیدار بکنی و در واقع یه نگاهی به زندگی‌های نزیسته خودتون بکنیم. و سوال اینجا شده من جواب بدم و ببندیم بحثو که آیدا جون پرسیده که تشخیص دادن اختلاف در طرف مقابل چطور مقدوره. این کار تخصصیه، یعنی باید حتما پیش روانشناس، روانکاو برین برای اینکه به شما بگه که شما هنوز توی یه تیپ شخصیتی هستین یا نه دچار اختلال شخصیت هستین. ولی من اگر بخوام یه علامت به شما بدم برای تشخیص اختلال در طرف مقابل یا در خودتون، معمولاً کسانی که دچار اختلال شخصیت هستن زندگیشون در یه قسمت مختل میشه. حالا اون میتونه تو کار باشه، میتونه تو سکس باشه، میتونه توی رابطه، در واقع توی یه بخشی میبینی که اون آدم اون فانکشن عادی که باید داشته باشه رو نداره. مثلا مرتب از کار اخراج میشه، یا چندین بار آدمایی که ازدواج کردن نمیتونن توی یک رابطه در واقع طولانی مدت بمونن. اینا علامت هایی هست که توجه ما رو باز نه 100% جلب میکنه به اینکه طرف ممکنه اختلال شخصیت داشته باشه. ولی اون کار تخصصیه، باید حتما به روانشناس و درمانگر مراجعه بشه بابتش. مرسی عزیزم، خیلی هفته خوبی رو واسه همتون آرزو میکنم و تمرینا رو هم لطفاً انجام بدین. برامون بنویسین، زیر همین کامنت کنیم و ما بحث رابطه رو ادامه میدیم، چون رابطه یک دنیاست و یک عالمه اطلاعات، یک عالمه تکنیک، یک عالمه راه وجود داره برای اینکه این رابطه ها رو بهتر کنیم. مرسی، روز خوبی داشته باشین، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.